سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت دوم سری رانندگی در گذر زمان. در قسمت قبل با کارل بنز آشنا شدیم و دیدیم چطور اولین خودرو رو ساخت. اما در همون دوران دو مهندس آلمانی دیگه هم داشتن روی رویای خودشون کار میکردن، گوتلیب دایملر و ویلهلم مایباخ. دایملر و مایباخ در کارخانه‌ای در آلمان با هم آشنا شدن. هدفشون این بود که موتوری بسازن که هم کوچک باشه و هم سریعتر از موتورهای بخار. اونها به موتورهای احتراق داخلی ایمان داشتن، چیزی که در اون زمان خیلی‌ها هنوز جدی نمی‌گرفتن. در سال 1883 اونها موفق شدن موتوری بسازن که بعداً به گرندفادر کلوک معروف شد. موتوری جمع و جور و سریع که میشد روی دوچرخه، قایق یا حتی کالسکه نصبش کرد. این موتور آغاز دوران خودروهای واقعی بود. در سال 1886 اونها اولین خودروی چهارچرخ خودشون رو ساختن، همون سالی که بنز هم ماشین خودش را معرفی کرد. اما خودروی دایملر و مایباخ سریعتر و قویتر بود، حتی به سرعت 16 کیلومتر در ساعت هم میرسید. بعدها دایملر و مایباخ پایه‌گذار برندهایی شدند که امروز همه میشناسیم، مرسدس و البته برند لوکس مایباخ. اونا پایه موتورهای مدرن رو گذاشتن و دنیا رو به سمت سرعت، قدرت و آزادی حرکت بردن. در قسمت بعد میریم سراغ هنری فورد و میبینیم چطور خودرو از یک رویای لوکس تبدیل شد به واقعیتی برای همه مردم. اگر این ویدیو برات جالب بود لایک کن، نظر بده و کانال رانندگی در گذر زمان رو دنبال کن.